دنبال امید میگردم. کسی ندیدتش؟ دنبال امید میگردم. کسی ندیدتش؟ میدونم میشناسیدش. خوب میشناسیدش. خودتون رو لوس نکنید دیگه. خودتون رو به اون راه نزنید. به این راه بزنید. من باید امیدو پیدا کنم. از وقتی شادی ولم کرده رفته، فقط امید اجازه ورود به حریممو داشت. فقط امید دورو برم میپلکید. امیدو ندیدید واقعا؟ همیشه سر و کلش سبز بود. نه سید میت نبودا. منظورم اینه که سرش سبز بود، زبونش هم سرخ. شاید سر سبزش زبون سرخشو به باد داده ها؟ من که امیدوار اومدن امیدم. دروغ برکته. من کوویدم. اصلا امید نباشه رویا بهانه میگیره. جواب این طفل معصومو میخوای چی بدی؟ اون فقط یه ذره بچه است. این طفل معصومو چی کار کنم؟ اصلا میشه به یه دختر بچه خوشگل آینده دار بگی امید نداریم؟ میشه بهش بگیم امید نداشته باش؟ میتونیم بهش بفهمونیم تو تا ابد غیر واقعی میمونی و هیچ وقت محقق نمیشی؟ میشه به یه بچه این چیزا رو گفت؟ من توی زندگیم خوابای زیادی دیدم که به واقعیت تبدیل شده. خواب عجیبم زیاد دیدم. اما هیچ کدوم از خوابهای عجیبم به واقعیت تبدیل نشد. من خواب تعزیه زیاد دیدم. خاک سپاری خیلی زیاد دیدم. حتی تو چند تاشون خودم داشتم به خاک سپرده می شدم. همین الان مردم ما دارن تو مراسم تدفین جاویدنامان به جز صوت ترسناک قرآن موزیک میذارن، اونم شاد. اینا هم خوابه یا بیداریم هممون؟ دیدم مردمو سر مراسم تدفین سینه میزنن، دست میزنن، آواز میخونن، ساز میکوبن. مردم دست میزنن و عزاداری میکنن. چه پارادوکس عجیبی. شاید واقعا دارم خواب میبینم. من توی هیچ کدوم از خوابام ندیدم مردم برای عزیزاشون، برای جیگرگوشه هاشون دست بزنن سر خاکش، کف بزنن، شادی کنن. من حتی تو خوابم نمیدیدم مردم برای عزای عزیزشون روی قبرش آواز بخونن. همه چی مثل خوابه. چرا؟ یعنی چی؟ جهانبینی ما ایرانی‌ها با تموم دنیا فرق داره. ما اصلا یه چیز دیگه ایم. دممون گرم. تو هر چیزی خلاقیت داریم. طرف فرزند جوونش، پاره تنش، دسته گلش با یه عالمه گلوله ساچمه‌ای شهید شده یا نامش جاوید شده. بعد سر خاک بچهش دف میزنن، اون دست میزنه و همه اون آدمایی که اون اطراف هستن گریه کنان خرسندن. این شبیه بدترین کابوساست. من خانواده شهید بودن بوی پیراهن یوسف رو بلدم، از کرخ تاراین رو بلدم. چرا اینجا؟ اما دیگه اینجوریشو ندیده بودم. من تو بدترین کابوسام هم نمیدیدم که یه مادر شهید سر خاک شهید در راه وطنش، دست گلش، جوونش بزنه زیر آواز. من تو بدترین کابوسم هم ندیده بودم که یه مادر بالای سر جنازه بچهش لالایی بخونه. اگه حسن زینب نبود گوهخوری های یزید معاویه معلوم نمیشد. این صحنه ها رو حتی اگه کمدیشو هم بسازی بازم وحشتناکه، ترسناکه، اخه، سیاهه، تاریک، مثل آخرت یزیده. نکنه دارم خواب میبینم.
این بحثا رو میکشی وسط که یادم بره امید کجاست؟ چی؟ کجاست؟ تو قلبم؟ این تو که پر از کینه است، پر از حس انتقامه. من یاد امیدو نمیگم، من خود امیدو میگم. پیش کدومتونه؟ کسی جاشو میدونه؟ شادی که ولم کرد و رفت، غم جاش اومد. قدیمی ها خوب راست میگفتن، شادی از راه نمیرسه، باید خودت بسازیش. آره، نباید منتظر شادی بمونم، اون بر نمیگرده. باید یه شادی نو بسازم. آره، بذار اول یه گل بکشم. گل کشیدم، گل امید برای آرزو. این گل واسه من نماد امیدواریه. گل امید برای آرزو برای من ایجاد شادی میکنه. چجوری؟ با ساز. بریم شادی رو خلقش کنیم.